سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ تو ویدیوی امروز مستر بیست خدا میدونه چجوری ولی به اهرام ثلاثه مصر به مدت 100 ساعت دسترسی پیدا کرده و میره داخلشون به گشت و گذار. بریم با هم این ویدیوی جذاب با دوبله اختصاصی فارسی ببینیم. من یه جوری تونستم به تمام اهرام ثلاثه مصر دسترسی پیدا کنم. وای، این خفن ترین چیزیه که با ما قراره وارد مقبره فرعون‌های باستانی بشیم. مکان‌هایی که حالت عادی ورود ممنوعن چون به شدت خطرناکن. اگه بیافتیم چی؟ 100% مردیم. ما حتی توی مقبره زیرآبی که زیر اهرام شنا می‌کنیم. وای خدا، ما فقط 100 ساعت وقت داریم که کل این اهرامو بگردیم و از همین الانم شروع می‌کنیم. بچه‌ها دنبالم بیاید. قراره کلی خوش بگذره. وای چه قشنگه. یه نفر 4500 سال پیش این سنگو گذاشته اینجا. آره، این هرم حدوداً 4500 سال قدمت داره. این مسیری که الان توشیم به گفته باستان شناسا به مقبره فرعون خوفو میرسه. همون فرعونی که دستور ساخت اهرامو داد. وای! هی! به این اتاق میگن گالری بزرگ. تا حالا چند درصد این هرم کشف شده؟ شاید هیچ وقت جواب این سوالو نفهمیم. این خفن ترین جواب ممکن بود. این اتاق همون جاییه که فرعون توش دفن شده. تا جایی که میدونیم آره. بریم یه فاتحه بخونیم. وای! پشمام بچه‌ها اینجا رو چقدر خفنه. احتمالاً 4600 سال پیش بدن مومیایی شده ی فرعون اینجا بوده. فرعونو دقیقاً اینجا دفن کرده بودن. به نظر میاد که اینجا محل دفنش باشه. یعنی 100% مطمئن نیستید؟ به نظرمون داخل این هرم یه مقبره دیگه هم وجود داره که ما هنوز نتونستیم کشفش کنیم و ممکنه که بدن پادشاه اونجا باشه. آقا شده تو این ویدیو پیداش میکنیم، چون تو این ویدیو ما قراره از عمیق ترین نقطه زیر اهرام تا بالاترین نقطه‌ای که توی بزرگترین هرم باستانی دنیا وجود داره رو ببینیم. چه حالی داد! قبل از اینکه بریم سراغ بقیه اهرام اول بریم پایگاهمون رو ببینیم. خیلی باحاله. یه میز غذاخوری داریم، چند تا چادر واسه استراحت و وای! جلل خالق. حتی واسه خفن‌تر شدن ویدیو براتون اهرامو نورپردازی کردیم. این احتمالاً گرونترین چراغ خواب تاریخه. فردا قراره این یکی رو بگردیم، پس خوب استراحت کنید. ساعت 5 صبح میبینمتون. این اهرام واسه زمان خودشون از لحاظ تکنولوژی انقدر پیشرفته بودن که بعضیا میگن یه تمدن قبل از مصر اینا رو ساخته، یا حتی بعضیا میگن آدم فضایی ساختنش. آره بچه راست میگه، یه تئوری توطئه وجود داره که میگن اهرام مصر رو فضایی ساختن. حتی به تازگی یه بازی ترسناک خیلی معروف ساخته شده راجع به این تئوری اهرام و فضایی به اسم آمنتی که داستانش همینه، تو اهرام و فضایی توش دخیلن و این داستانا. خیلی بازی باحالی، اگه انجامش ندادین فکر کنم یه تیم ایرانی ساخته این بازی رو اگه اشتباه نکنم. پوسترش میاد اینجا، اگه بازی نکردید برید حتما بازی کنید، خیلی ترسناکه، خیلی خوبه. که بعضیا میگن یه تمدن قبل از مصر اینا رو ساخته، یا حتی بعضیا میگن آدم فضایی ساختنش. ولی باستانشناسا تاکید دارن که این اهرام توسط مصریا و برای پادشاهاشون ساخته شده. آخر این ویدیو قراره حقیقت رو بفهمیم. خب رفقا، هرم بعدی که قراره بریم نوکش رو ببینیم هرم خفرعه. میشه بگی این هرم چه ویژگی خاصی داره؟ خب این هرم بهمون نشون میده که نمای بیرونی هرم‌ها در اصل چه جوری بوده. همه هرم‌های زمانی این شکلی بودن. همون موقعی که فضایی ساختنش؟ نه بابا، فضایی کجا بودن؟ رامی ما رو یه 30 متری برد زیر زمین در عمق هرم خفرع. تا حالا کمتر کسی از دنیای مدرن به این مکان دسترسی داشته. واسه همین واقعا نمیدونستیم باید انتظار چی رو داشته باشیم. بچهای مصر باستان از اینا داشتن؟ خب میدونیم، ما سالهای سال فکر میکردیم که اینجا مقبره خفرعه. پس چرا الان انباریه؟ دارن هرمو مرمت میکنن، باید وسایلشون یه جا بذارن دیگه. یعنی یه مقبره واقعی هم وجود داره؟ درسته. رامی ما رو در ادامه برد به مقبره اصلی، جایی که معتقدن بدن پادشاه اونجا بوده. اون طرف سقفش بلنده. داداش تو دل هرمی ما. بفرما، اینم از آخرین محل دفن خفرع. این خفن ترین چیزیه که با عمرم دیدم. ترک و پری برام نمود. این چیه؟ صبر کن ببینم. تاریخ روی دیوارا ببین. این امضای کسیه که این هرم رو کشف کرده؟ آره، کسی که ادعا میکنه مقبره رو کشف اینجا کرده. هم جاییه که فرعون دفن شده بود. آره، آخرین محل دفن پادشاه خفرعه. میگم زشته اگه برم توش دراز بکشم. به نظرم بیشتر از بی‌احترامی باید نگران نفرینش باشی. نفرینش چیکارت میکنه؟ میخوای امتحان کنی؟
من غلط بکنم. بچه بیایید قبل از اینکه نفرین بشیم بپیچیم به بازی. وای خدا، این هرم‌ها واقعا معرکن. جواب سوالمونه که توی مقبره پادشاه پیدا نکردیم، ولی یه دریچه مخفی به دنیای مردگان وجود داره که احتمالاً چیزیه که دنبالشی. اینجا مقبره اوزایرسه. وای خدا جو، آدمای کمی تا وارد شد. ما رو چه به این کارا؟ همونطور که میشه انتظارشو داشت، مقبره خدای مرده ها تو عمق زمین. وای خدای من، این لعنتی چرا ته نداره؟ کارلا مقدمن. وای ننه جان نکنه بیفته. این چرا انقدر راحت میاد پایین ها؟ اینجا ورودی مقبره است. بله، پیش به سوی مقبره خدایان. نردبونش چه بلنده. آره خیلی عمیقه، یعنی اگه بیفتی آره قطعا خوره بیامرز میشه. آره. دیگه خیلی داره خوفناک میشه. من مامانمو میخوام. انگار تا همینجاش به اندازه کافی ترسناک نبود که یهو اینو دیدی. یه انسان 3000 ساله. این آدمه؟ آره. یا خدا، این چرا هنوز تو دستمه؟ این جمجمشه؟ آره جمجمشه. یا خدای مرده ها. جایی که قراره بریم انقدر تو عمق زمینه‌ای که امکان داره به خاطر کمبود اکسیژن بیهوش بشیم. درست. چندلر با شجاعت داره میره به مقبره خدای مردگان. خیلی خوب بریم ببینیم. رسیدم به آب. وای. قشنگ معلومه اینجا اکسیژن کمه. واسه ببینم اون چیه؟ اون سنگ یا درپوش چیزیه؟ تابوت سنگی اوزایرس درست وسط این اتاق قرار داره. یعنی درست این زیر دروازه دنیای مردگانه. آره خب برو توش. دنیای مرده ها؟ آره دیگه. الان میرم. واقعا ظاهرا این تابوت یه دروازه است به دنیای مردگان و تقریبا هیچ انسانی تا حالا پاشو اینجا نذاشته. عمقش چقدر بود؟ وای خدای من، آخه یوتیوبر جماعتو چه به دنیای مردگان. وای مردم. اون گوشه سمت راست رو ببین، اونجا یه تونله که هیچ کس نمیدونه به کجا میرسه. کارل کار خودته. واقعا برم توش؟ نظر بره جیمی. خیلی ترسیدم، نمیدونم. اصلا کار عاقلانه نیست من کار. واقعا تو تونلی هم که تا حالا هیچ کی توش نیومده، باورم نمیشه خدا. تا حالا هیچ کس انقدر دیوونه نبوده پسر. میشه بگی اون تو چه خبره؟ الان رسیدم سر یه پیچ و هی داره تنگ میشه. وای شوخی توی این سوراخه گیر کردم. وای خدا باورم نمیشه. خیلی عجیبه بچه‌ها که بعد از این همه سال هنوز سوراخ سنبه هایی تو این اهرام هستن که کسی نمیدونه به کجا میرسن. اتاقایی هستن که خود باستانشناسا میگن ما هنوز کشفشون نکردیم. واقعا عجیبه، چون احتمالاً تنها راه مثلا کشفش اینه که خراب کنن و برن ببینن اون پشت اتاقی هست یا نه، که اینام چون آثار باستانیان نمیشه خرابشون کرد. شوخی توی این سوراخه گیر کردم. وای خدا باورم نمیشه. وای باورم نمیشه. تاریخ بهت افتخار میکنه. من کلاً 3 سانت فضای خالی دارم. اگه بیشتر اینجا بمونیم اکسیژنمون تموم میشه. میشه لطفاً بریم؟ من دیگه پس نمیکشم. قبل از اینکه خودمون واقعا بمیریم و به دنیای مردگان بشتابیم، نمیشه شیکو با کلاس پرید؟ تصمیم گرفتیم از اونجا بریم بیرون، چون میخوام اونقدر زنده بمونم که بتونم تونلای کشف نشده یه هرم بزرگ جیزه رو ببینم، جایی که تعداد آدمایی که تا وارد شدن کمتر از آدمایی که رفتن فضا. بچه کی پایه شتر سواریه؟ آخ جان نترس بابا، نازش کن. بابا خودش نمیخورده. نمیخواد. حالا شتر گازت گرفته؟ آره چی؟ دردم داشت؟ آره. دیدی چه گفتم. ماجراجویی بشه امروز. وای باورم نمیشه. چندلر خوبی؟ داداش شتر سواری که دولا نمیشه. نمیتونم. این ترمز دستیش کجاست؟ نگاه استیل گنگو. خدای عجب تصویری شد. من دارم سوار شتر به سمت اهرام مصر میرم. من تا حالا اینقدر خرکیف نشده و بودم. حالا مدیر کل منطقه جیزه قراره تو ماجراجویی هرم سوم، یعنی هرم منقرع، همراهیمون کنه. اگه این پایینو ببینید هنوز گرانیتایی که مال 4600 سال پیش هستن رو میبینید. باستانشناسا میگن اینا قبلا این شکلی بودن. وای. و حالا بعد از تقریبا 5000 سال این باقی مونده. این دوست منه نولان، میشه بفرستیمش بالای اون هرم؟ آره. اجازه گرفتم یه کار غیر قانونی بکنم. مواظب باش میشه لطفا نولان. یه سرش داد بزنی که بترسه؟ مگه چقدر پیش میاد بتونی از یه هرم بالا بری؟ من این فرصت از دست نمیدم. ای بچه بیا پایین، زود باش، بیا پایین. بیام پایین؟ نه پس برو بالا. ایوای. نه یای پایین خودش میاد باشه بالا. بابا الان میام. بیا پایین دیگه، زود باش، تکون بکن. اسکلت کردیم بابا، راحت باش، نترس. خدا لعنتت کنه. بابا خودمو خیس کردم گفتم الان میان میگیرنم میندازنم هلفتونی. قربان شما جلو بیافتید. بزن بریم. وای آقای فیلم بردار اونجا رو بگیر. چرا انقدر تاریکه؟ چراغشو خاموش کردی؟
اوکی اینطور منطقی شد. خیلی خوب بریم تو. ورودی هرم ما را از یه راه رو برد پایین به عمق 30 متری زمین و رسیدیم به اولین اتاق تاریخ مصر باستان که رو دیوارش نقش و نگار داره. اینا چی ان دیگه؟ اینا دیوار نگاره های تزئینی هم. توی سلسله اول مصر باستان ما هیچ تزئینی توی هرمان نداشتیم به جز این یکی. پس اینا مال 4600 سال پیشن. آره 4600 سال قدمت به داره. سفرمون در اعماق هرم ادامه دادیم و در نهایت رسیدیم به پادشاه منقرع. وای از در و دیوارش تاریخ میبره. تو اون اتاقه چیه؟ هیچی اونجا نیست. حالا توش رفتی؟ نه پس از کجا میدونی؟ چون از همینجا میشدید. دیدی؟ یه تونل هیچی نداره. آره راست میگه. بله. همیشه دنبال جواب باشید. هرم منقرع به راهروهای تو در توش معروفه. یه راهروی شیبدار دیگه هم داشت که میرسید به محل دفن خب پادشاه. اینم از اتاق پادشاه. سقفش گنبدی ساختن که بتونه وزن بیشتری رو تحمل کنه. 5000 سال پیش اینا رو از کجا میدونستن؟ اگه بتونی یه هرم بسازی میتونی هر چیزی بسازی. میتونی هر کاری بکنی. هر کاری بکنی. آره؟ بله. تو راه برگشت داشتم به این فکر میکردم که چرا 3 تا هرم کوچیک‌تر کنار این ساختن. این مینی هرم‌ها قضیه‌شون چیه؟ منقرع برای ملکه های 3 تا هرم کوچیک ساخته. پس داداشمون 3 تا زن داشته اینا مقبره هاشونه؟ بله. نولان بیا اینجا ببینم. عجب گیری اگه کردیم. این داداشمون 3 تا زن گرفته تو میتونی یه دونه رو پیدا کنی. من گردنگیرم خرابه. یه مومیایی پیدا کردم قشنگ زن زندگیه. نه پول میخواد و نه چیز دیگه. یه حرفم زیاد نمیزنه. قشنگ راست کار خودته. یعنی برم مومیایی بگیرم؟ آره. لاقل زیاد سرت قر نمیزنه. زمانمون با اشرف داشت تمام میشد ولی قبل از خدافظی میخواستم مطمئن بشم که از فضایی اهرامو نساختن. بابا دلمو نشکن دیگه. فضایی چیه؟ ما توی مصر 124 تا هرم دیگه هم داریم. یعنی میگه هر دفعه زنگ میزدن به فضایی میگفتن داداش بیا یه هرم دیگه بساز. نمیشه که. ما مصری‌ها ما اهرامو ساختیم. طارق چیه؟ دیگه نبینم بگی فضایی ساختن. خودت گفتی که اگه بتونی یه هرم بسازی هر کاری میتونی بکنی. بعد بچه ها حالا نکته جالب اینجاست که این اهرام فقط توی مصر نیستن. توی مکزیک هم یه سری اهرام وجود داره که اگه اشتباه نکنم مال تمدن مایا هاست. معماریشون یه خورده با اینا متفاوته ولی باز به طور کلی شبیه هست. یعنی هرمن دیگه. اگه بتونی یه هرم بسازی هر کاری میتونی بکنی. البته اونا یه مجسمه عظیم و نیمه انسان نیمه شیر که مطمئناً پر از رمز و رازه را هم ساختن. و حالا رسیدیم به مجسمه ابوالهول به همراه دکتر زاهی، کسی که علنا کل اینا را کشف کرد. توی اینترنت خوندم که زیر ابوالهول یه معبده که پر از طلاست. حالا ببینیم دکتر زاهی حقیقتو میگه یا تئوریای عجیبه تو اینترنت. خب پس گوش کن. بله قربان. وای این ورودیشه؟ آره باورم نمیشه دارم میرم تو ابوالهول. یعنی معبد واقعیه؟ داداش فکر کنم جا نمیشم. جا میشی. وای ببینیم طلا ملا پیدا میکنیم یا نه. دکتر زاهی اینجا که فقط یه سوراخه. از همین الان باید یه بیانیه صادر کنی. بلندتر نمیشنم. باشه بابا زیر ابوالهول هیچی نیست. جیمی تو قرار تاریخ ساز و برای بشی. تاریخ سازی چه راهی بهتر از پیغام گذاشتن برای آیندگان؟ به نظرت این کاغذ چند سال اینجا دووم میاره؟ هزاران سال. واقعا؟ الان دفنش میتونم باهاش این اسباب بازی طلایی رو هم دفن کنم؟ چرا که نه؟ 10,000 دلار میارزه. جدی؟ این مال آیندگانه. وای حالا دیگه داستانای اینترنتی واقعی هن چون الان دیگه زیر ابوالهول طلا دفن شده، اونم به لطف نادرترین اسباب بازی دنیا. بچه‌ها نیام ببینم اینو بلند کردینا. داشتم فکر میکردم بقیه بچه‌ها در چه حالن که یه صدای عجیب شنیدم. دکتر زاهی صدای هلیکوپتر نمیاد؟ باورم نمیشه داریم این کارو میکنیم. گویا بچه‌ها یه جوری تونستن دولت و ارتش مصر رو راضی کنن تا بذارن با هلیکوپتر اطراف هرم‌ها بچرخن. دیگه از این بهتر نمیشه. ولی هنوز خفن‌ترین بخش ماجراجوییمون مونده. درسته وقتی بریم بالای هرم بزرگ میخوای چیزایی رو نشونمون بدی که تا تو دوربین نبوده؟ شگفت زده میشی. آقا الان اسپویل نمی‌کنیم. این ویدیو قراره هرچی بره جلوتر بهتر بشه. قبل از اینکه بریم بالای هرم فکر کردیم چه جایی بهتر از یه مکان ممنوعه برای پیدا کردن چند تا راز مخفی. رامی داداش الان ما کجاییم؟ خب اینجا مقبره ایمریه. یکی از جاهایی که ورود بهش کاملا کار غیر قانونیه. پس دیگه دست خودتون میبوسه. فقط قبل از اینکه بریم باید بهتون بگم حواستون باشه هیچ کس حق نداره به دیوارا دست بزنه. شنیدین از حالا؟ روم گیر آوردی؟ اصلا تو همین بیرون ای وایس. دست دست چسبون. نمیزنم دیگه. گفتی دست چسبون یعنی دیگه چه کسی که کوفتیه؟ دست میچسبونه. چی من؟ دست و پا چلفتی. آماده این؟ آره دیگه فکر میکردم همه چی رو دیدم ولی روحم هم خبر نداشت چه صحنه هایی تو این مقبره در انتظارمه. وای بچه‌ها بیای تو. وای خدا جون
واقعا قشنگ. اینجا مقبره یکی از بالاترین مقامات مذهبی زمان خودش بوده. یه چیزی مثل پاپ خودمونه. هیچ کس اجازه نداره وارد اینجا بشه، چون نباید هیچ آسیبی به این رنگ‌های 4500 ساله وارد این شه. نقاشی مال 4600 سال پیشه. آره 4600 سال. یه عالمه هم هست. بعضی از این مقبره‌ها حتی از خود اهرام هم برای ما مهمترن، چون زندگی روزانه مصری‌ها رو نشون میده. مثلا از این نقاشی فهمیدیم که مصری‌های باستان چه جوری شراب درست می‌کردن. واقعا؟ ببین اینجا دارن انگورا رو لگد میکنن، بعدش هم مراحل ساخت و بطری کردنشون رو نشون. پس این مثل یه ویدیوی یوتیوب 5000 ساله است. یه ویدیو یا آموزشیه. اینجا قشنگترین اتاقیه که تو عمرم دیدم. کارل تازه اینجا رو ندیدی؟ وای اینا چیه؟ اینا مردم عادیان که طبق رسم و رسومشون دارن به کاهن بزرگی مری شراب، نوشیدنی و غذا پیشکش میکنن. به نظرت اگه به جای اینا بهش یه دونه از این اسباب بازی مستر بیست بدیم خوشش میاد یا نه؟ گمونم بنده خدا ذوق مرگ میشد. حالا وقتشه که بریم و ماجراجویی روز 4ممون رو توی مصر شروع کنیم. اول از همه قراره بریم مقبره کارگرا و حفاریشون رو از نزدیک تماشا کنیم. قشنگ معلومه امروز قراره کلی خوش بگذره. حالا میدونید تو دل صحرا چی میچسبه؟ یه مستر بیشکول. اوه صحنه منو رد کن. شما میتونید منظره رو نگاه کنید. باشه برای این صحنه فیسیبلز کم داره. حالا که فقط 22 ساعت از وقتمون مونده، گفتم یه ارتقایی تو وسایل حمل و نقلمون بدم. آماده ای جیمی؟ برو تو کارش. چه حالی میده؟ خاک و خون کشیدیم. آره! به من که داره خیلی خوش میگذره. داریم کنار اهرام مصر دیوونه بازی در میاریم. چرا تا حالا سوار شتر میشدی؟ حس میکنم ایندیانا جونزه. و حالا رسیدیم به مقبره کارگرای هرم و واسه دیدن این مقبره ها چه راهنمایی بهتر از خود دکتر زاهی؟ اینجا مقبره کسایی که هرم رو ساختن. طبق گفته دکتر زاهی آدمایی که 4600 سال پیش اهرامو ساختن تو این مقبره دفن شدن. تو خیلی از مقبره های دیگه کلی نقاشی قشنگ میبینی جیمی، ولی این آدما فقیر بودن. این یکی خیلی قشنگه. این مرد اسمش نفرتیسه. نگاه کن. میدونم بعضیا ممکنه بگن فقط چون رو دیوارا نوشته اینجا مقبره کارگراست دلیل نمیشه که واقعا اینجور باشه. منم درست همینجوری فکر میکردم تا وقتی که اینو دیدم. صبر کن ببینم. همون چیزی که فکر میکنم یه جمجمه ای است. دکتر میخوام یه سوالی بپرسم چون میدونم سوال بچه‌ام هست. تو این اسکلت رو نذاشتی اینجا؟ نه این دقیقاً همون جاییه که این اسکلت دفن شده. 4600 سال آره ما پیش. اصلا تکونش ندادیم. اجازه میدید من استخراجش کنم؟ ما فهمیدیم همه ی اسکلت های اینجا چه زن چه مرد فشار زیادی به کمرشون وارد شده. جالبه. چرا؟ چون داشتن اهرامو میساختن. دقیقاً. خیلی باهوشیا. اینا هیچی بارشون نیست. ما رو چون هیچی نمیگن. واسه همینه که میگی آدم فضایی اهرامو نساختن، چون بدن کارگراشون همینجاست. خیلی جالبه. معتبرترین مدرکی که ثابت میکنه فضایی‌ها نساختن اهرامو همینه که اسکلت تمام زنا و مردایی که جزو طبقه کارگری بودن و اونجا پیدا شدن ستون فقراتشون تحت فشار بوده، به کمراشون آسیب رسیده. چرا؟ چون داشتن اهرامو میساختن، سنگای گنده گنده جابجا میکردن. واسه همینه که میگی آدم فضایی اهرامو نساختن، چون بدن کارگراشون همینجاست. ممنون دکتر زاهی که گذاشتی این کارو بکنم. تازه هنوز یه ماجراجویی خفنم واسه امشب داریم. برای اولین بار کلی رازو به دنیا نشون بدیم. و واقعا هم راست میگفت، چون قراره بریم به بالاترین نقطه هرم بزرگ، جایی که کمتر از 50 نفر از دنیای مدرن پاشونو اینجا گذاشتن. این بهترین روز زندگیه. ولی قبل از اینکه بریم بالای هرم بزرگ باید برگردیم کمپ و یه استراحتی بکنیم. میدونید چرا همتون رو اینجا جمع کردم؟ به خاطر مصر باستان؟ مهمتر از اون، فصل اول اسباب بازیمون داره تمام میشه. ما همشون رو جمع کردیم اینجا و این آخرین باره که میتونید همشون رو یه جا ببینید. اصلا مگه از این خفن‌ترم داریم؟ رامی تو بچه داری؟ آره. به نظرت از اینا خوششون میاد؟ فکر کنم اگه ببیننشون دیوونه شون. اگه خارج از کشورید میتونید اینا رو تهیه کنید، چون اگه تموم بشن دیگه شدن. اوه این خیلی باحاله. بچه‌ها کسی از این هایپرکروما داره؟ ما فقط 1000 تا ازش ساختیم. ببخشید یه لحظه میدید ببینم. بچه ادب نداره. و حالا لحظه ای که همه منتظرش بودید. بالاخره قراره از هرم بزرگ جیزه بریم بالا. اینجا همون نقطه ایه که باید ازش بریم بالا. انشالله که خیره. واسه این که مطمئن بشیم هیچ جای هرمو از قلم نمیندازیم، راهنمامون پیشنهاد داد که قبل از رفتن به بالاترین نقطه اول یه سر به پایین ترین نقطه هرم بزنیم. میشه بگی چرا باید بریم توی این تونل 100 متری؟ خب خودت گفتی میخوای کارو بکنی که هیچ کس نکرده. چرا فرعون‌ها این آدم یه راه پله نساختن؟ چون میخواستن از گنج و مومیاییشون محافظت کنن. کل هدف
هرم همینه. خدا قد بلند بودنم دردسر داره. آره دیگه انا قد بالا رو در آوردی. ببین تونله چه عمقی داره. چرا اینقدر درازم من آخه؟ تو رو خدا بگو نصف راه اومدی. تازه اول راه. و شوخی هم نمی کردین تونل هی میرفت پایین و پایین تر. ولی بعد از یه ساعت سر و کله زدن با این تونلای تنگ و باریک آخ زانون به حس میکنم زنده به گور شدی. بالاخره رسیدیم به کف هرم. آخیش میتونم وایسم. رامی طبیعیه که سرم داره هیچ میره. خب تو الان 100 متر اومدی پایین زمین. زانوهام نابود شدن داداش میدونی. عظمت و وای. یادم اولین باری که اینجا رو کشف کردیم آمدیم توی این غار عظیم هیچی پیدا نکردیم. چرا خالی بود؟ چون این یه تل است. یعنی این همه زحمت کشیدن یه اتاق تقلبی بسازن؟ دقیقاً. و این باعث میشه که به خودت اون بگی مقبره‌ای که پیدا کردیم مقبره واقعی بود یا نه؟ این یعنی بدن خوفو ممکنه هنوز یه جایی تو این هرم باشه. و این ثابت میکنه که اهرام به عنوان مقبره پادشاهان ساخته شده. جالبه که این اتاق تقلبی عمیق‌ترین نقطه اهرامو تو خودش جا داده. من کسی هم که رفته تو عمیق‌ترین قسمت هرم. الان تو پایین‌ترین نقطه هرم. و حالا که پایین‌ترین نقطه هرمو هم دیدیم بریم سراغ بالاترین نقطه‌اش. همون تونل بلند ما رو از پایین‌ترین نقطه هرم رسون به دکتر زاهی و بعد از اونجا می‌خواستیم شروع کنیم به بالا رفتن. حالا باید 5 نفر رو انتخاب کنیم که با ما بیان به بالا. فقط 5 نفر؟ آره. خب کی میمونه؟ خیلی خب. سنگ، کاغذ، قیچی. نه نولان ایشالا دفعه بعدی. کاملا عادلانه. و نمیدونم چی شد که دوباره برگشتیم به همون راهرویی که روز اول ازش رد شدیم و رفتیم تا اتاق پادشاه. ما ویدیو رو از این پایین شروع کردیم و حالا قراره بریم اون بالا تو اتاقای مخفی هرم. تو 5000 سال گذشته فقط 50 نفر به این مکان مخفی اومدن. بچه‌ها من یکم از ارتفاع میترسم. داش وقت شناسیت حرف نداره اصلا. البته اینم بگم که بالا رفتن اصلا آسون نبود چون بعدش باید از یه راهروی تنگ و باریک رد میشد. یه ساعت آخر چالشه و ما داریم به بلندترین نقطه هرم میخیزیم. به خدا خیلی سخته. آفرین جیمی داری خوب پیش میدی. فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه. این چیه الان اینجا؟ تو سومین اتاق هرمیم. 2 تا رو رد کردیم ولی مهمتریناش اتاقای سوم و چهارم و پنجمن. حالا پیش به سوی اتاق 4. خب بریم ببینیم خدا چی میگه. آفرین پسر خوب. اینم از اتاق 4. وای کارل اینجا رو ببین. پشمام. چیزی نمونده با چشای خودمون نوک هرمو ببینیم. خدا وکیل این ویدیوی مورد علاقمه. چه خوب که نولانو با خودمون نیوفت. آره واقعا این خفن‌ترین بخش ماجراست. بهتر از این نمیشه. خیلی خوب بریم قله رو فتح کنیم. بزن بریم. وای خدا جون. زاهی بله. چجوری میه این بالا تو؟ خدا اگه بدونه. و بالاخره به بالاترین نقطه هرم رسیدیم. بالاخره رسیدیم. وای خدا چقدر خفاش اینجا. وای خدا. وای میترسم. نمیخواستم ویدیو اینجوری تموم بشه. بابا 2 دقیقه وقت بدی ویدیومون رو ضبط کنیم. جیمی بیا اینجا. این اسم و امضای گروه سازنده هرمه. هبر یعنی تیم، سیمسو یعنی دوستان. اینم اسم خوفوه. ببین پس یعنی اینجا نوشته تیم برابچه خوفو. 4600 سال پیش اینو اینجا نوشتن. تو این ویدیو ما چیزای زیادی راجع به اهرام مصر یاد گرفتیم و باستانشناسا بهترین مدارکی که پیدا کرده بودن و بهمون نشون مصری‌ها دادن. هرمو ساختن. از مقبره کارگرا و اسکلتایی که زیر فشار زیاد خم شده بودن تا مجسمه ابوالهول که اتاقای مخفیشو هم بررسی کرد. آدم فضایی اون پایین نبود. محققان بر این باورن که این دیوار نگاره نشون میده این شاهکار کار خود مصری است و این مقبره ها برای پادشاهاشون. این پایان ماجراجوی ماست. نمیدونم مصر چطوری اجازه داد این کارا رو بکنین ولی واقعا ازشون ممنونم. این کشور حرف نداره. دمتون گرمه. اسکرایب کنین مستر بیست. سابسکرایبه. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. قسمت 9 بیست گیمز همین الان روی سایتمون در دسترسه و فقط یه قسمت دیگه مونده تا ببینیم کی جایزه 5 میلیون دلاری مستر بیست رو میبره. اگه دوست دارید این سریال رو با دوبله ما ببینید میتونید یه سر به سایتمون puriavest.ir بزنید. بعد از اتمام پخش سریالم قرعه کشی جایزه 50 میلیونیمون رو خواهیم داشت که به 50 تا از بچه‌هایی که دوبله ها رو از سایت ما تهیه کردن نفری 1 میلیون به پاس قدردانی تقدیم میشه. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.